این قسمت از برنامه توسط سایت اطلاعات kikoja.ca برای شما آورده می شود. عزیزان، در این قسمت از برنامه قبل از اون که به برنامه‌های در جریان در شهر تورنتو بپردازیم، به اطلاعتون میرسونم که برای اولین بار یک فیلم سینمایی ایرانی که هم در آمریکا و هم در ایران فیلم برداری شده در تورنتو به روی اکران میره. این فیلم سینمایی که قفس طلایی یا همون گلدن کیج نام داره، با هنرنمایی هنرپیشگان معروف ایرانی و آمریکایی از این پنجشنبه 18 اپریل تا سه‌شنبه 23 اپریل در مکان سینمایی یورک واقع در 115 یورک بولوار در ناحیه ایست بیور کریک به روی اکران خواهد رفت. ساعت‌های نمایش این فیلم هر روز از ساعت 6 آغاز میشه، سانس‌ها 6، 8 و 10 بعد از ظهر هست که میتونین برای اطلاعات بیشتر با تلفن 416 871 27 25 تماس حاصل بفرمایید. 416 871 27 25 و بلیتش رو هم از مغازه‌های ایرانی میتونین تهیه بکنین. این فیلم به تهیه کنندگی آقای علی مزینانی، دوست خوب همگی ما در تورنتو هست که امیدوارم همگی به تماشای این فیلم بسیار زیبا و دیدنی بریم که واقعا از همونجور که خدمتتون گفتم از 18 اپریل تا 23 این فیلم به روی پرده خواهد رفت. و اما برنامه‌های در جریان در شهر این هفته تورنتو، امروز و فردا یک شوی بسیار متفاوت و دیدنی به نام شو و نمایشگاه موتورسیکلت و خالکوبی یا همان نشنال موتورسایکل اند تاتو شو در مکان برر لیوینگ سنتر برگزار میشه که با کلی غرفه در رابطه با آنچه که مربوط هست به موتورسیکلت و موتورسیکلت سواری، از قبیل لباس، هلمت، پوتین، انواع موتورسیکلت و وسایل یدکی و تزئینی موتورسیکلت به همراه انواع و اقسام طرح‌ها و مدل‌های خالکوبی و تتو که مثل اینکه لازمه داشتن موتورسیکلت خالکوبی هم هست. به هر صورت فکر کنم که این اولین بار هست که این نمایشگاه به این صورت در تورنتو برگزار میشه که خیلی جالب و دیدنی باید باشه. اگر که از دوستداران تتو و موتورسیکلت هستین حتما سری به این نمایشگاه بزنید. همچنین این آخر هفته حراج و شوی ماشین‌های قدیمی و کلاسیک به نام The Tron Spring Classic Car Auction در مکان اینترنشنال سنتر با ارائه انواع گوناگون اتومبیل‌های قدیمی و دیدنی که تعداد اونها بالغ بر 400 عدد میباشه تو هم هست که همچنین میتونین این اتومبیل‌ها رو خریداری هم بفرمایید. و اما دوستداران فیلم و سینما توجه بفرمایید که فستیوال‌های فیلم‌های سینمایی از سراسر دنیا به نام ریل ورلد فیلم فستیوال در تورنتو به روی اکران میره که امیدوارم فرصت دیدن این فیلم‌ها رو داشته باشید. در این آخر هفته بهاری به هر کجا که میرین براتون لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم. فانوسک‌های خاموش منو هجوم گریه از یاد تو فراموش، تو بال و پر گرفتی به چیدن ستاره، دادی منو به خاک این غربت دوباره. دقیقه های بی تو پرنده های خستم، آینه های خالی دروازه های بستم.
شبانه های بی تو، یعنی حضور گریه با من نبودن تو، یعنی وفور گریه. از تو به آینه گفتم، از تو به شب رسیدم، نوشتم رو گلبن، تو رو نفس کشیدم. از رفتن تو گفتم ستاره در به در شد، شبنم به گریه افتاد، پروانه شعله ور شد. اگه نرفته بودی جاده پر از ترانه، کوچه پر از غزل بود به سوی تو روانه. اگه نرفته بودی گریه منو نمیبرد، پرنده پر نمیسوخت، آینه چین نمیخورد. اگه نرفته بودی اگه نرفته بودی. ستاره های سربی، فانوسک های خاموش، منو هجوم گریه از یاد تو فراموش. تو بال و پر گرفتی به چیدن ستاره، دادی منو به خاک این غربت دوباره. دقیقه های بی تو پرنده های خستن، آینه های خالی دروازه های بستن. عزیزانم، به لحظات پایانی برنامه این هفته نزدیک میشیم. آخر هفته بهاری و شادی رو برای یکایک شما عزیزانم آرزو میکنم و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.